بسم الله الرحمن الرحيم. تحياتي لكم مشاهدينا الكرام ومتابعين حساباتنا الخاصة عبر فيسبوك، يوتيوب وانستغرام، تليجرام وتيك توك. طبعا لنا الشرف أن سنستمر في حلقات متعددة مع السيد إنصاف علي هداية، محقق ومقدم حقيقة كثير من المحاضرات والدروس حول قضايا الشعوب في عموم جغرافية ما يسمى إيران. طبعا الأخ السيد إنصاف علي هداية هو من أشقائنا وأخوتنا أبناء أتراك أذربيجان الجنوبية المحتلة من إيران، وبالتأكيد تعلمون جميعا أنه لغتهم اللغة التركية الآذرية، وطبعا نحن عرب فنضطر أن نحن وهو نشترك ونتحدث باللغة المحتل حتى نتمكن أن نصل برسائلنا للعالم وللشعوب الذي تفهم اللغة الفارسية. ما دوباره به جناب علی خوش آمد میگیم آقای صاف علی هدایت، پژوهشگر و در واقع دانشمند. میتونم من جناب علی را به این عنوان صداتون بزنم چون در واقع در سالهای گذشته خدمت‌های بزرگی در رابطه با شناسایی ملل غیر فارس، ملت ترک آذربایجان و همه آزادی خواهان جهان در رابطه با سیاست‌های نظام اشغالگر ایران را برای بینندگان، برای مهماناتون که در تلویزیون گناسیبی حضور پیدا می‌کردند در رابطه با این موضوع برای همه در واقع آزادی خواهان و مللی که نمیدونن ملت‌های غیر فارس چه مشکلاتی دارن، چه شرایط اقتصادیشون، اجتماعیشون، ملیشون، به اضافه سیاست‌هایی که نظام‌های متوالی چه در عهد پهلوی و چه در عهد خمینی تا به امروز میگذره. ما دوباره به شما خوش آمد میگیم و به بینندگان عزیزم تشکر میکنیم که ما را دنبال میکنن. انشالله در هفته‌های آینده برنامه‌های متنوعی در رابطه با وضعیت عمومی جغرافیای موسوم به ایران و ملل غیر فارس خواهیم داشت با ایشون. امروز در رابطه با موضوع آزادی‌های فردی، حقوقی و غیره با ایشون صحبت میکنیم. انشالله این برنامه مورد پسند و علاقه کل بینندگان گرامی خواهند بود. ما دوباره به شما خوش آمد میگیم آقای انصاف علی. شما هم اگه مقدمتاً صحبتی برای بینندگان عزیز دارید بفرمایید. Salam aziz və hörmətli dostlarım, həmvətənlərim, yoldaşlarım, xüsusən ərəb dostlarımız, xoş gördük sizi. Assalamu aleykum eyyuhal ərəb və atrak. أنا جدا سعيد من حضوري في هذا البرنامج. أنا آسف جدا إذا أختاري من انتخابي من قوتي أو أستطيع أختبر لغة بالإضافة باللغة الأم سأتخذها بالعربية. إنها غني جدا لا مقايسة بينها وبين فارسية. أما في إيران الاحتلال إننا مجبورون لتعلم من لغة الفارسي وإنها ليست به هر حال خیلی متاسفم که نمیتونم به زبان عربی با شما صحبت بکنم. اگر حق انتخاب داشتم حتما زبان عربی رو به جای زبان فارسی به عنوان زبان دوم انتخاب میکردم. الان هم تلاش میکنم که این رو یاد بگیرم. امیدوارم در یک سال آینده بتونم با شما به عربی صحبت بکنم.
دستتون دارم یاد میگیرم، به سرعت شروع کردم، روزانه چند ساعت دارم تلاش میکنم. خیلی خوشحالم جناب ابونظار، بفرمایید. در خدمتون هستم. البته منم از جناب عالی تشکر میکنم چون سعی میکنید همیشه در رابطه با حقوق ملی حقیقتا و اون زبان مادری که یکی از مهمترین اصول حفظ هویت ملت ها، نه فقط در جغرافیای موسوم به ایران، نه فقط ملل تحت اشغال، نه حتی ملل دیگر، چون الان مسئله لغت در واقع یکی از پایه‌های اساسی هر ملت هست. ما داریم می‌بینیم حتی در غرب با این همه پیشرفت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، ولی این ملت‌های بزرگ خیلی از مؤسسات فرهنگی، ادبی در رابطه با حفظ هویت این ملت‌ها ایجاد کرده، ولی متاسفانه در نظام‌های دیکتاتوری مثل نظام اشغالگر ایران متاسفانه که ادعا میکنه با لغت‌ها و حتی در قانون اساسی 57 انقلاب 57 اصلا در قانون اساسی تدوین کردن که ملل غیر فارس حق دارن با صحبت‌های او با زبان‌های مادری و حتی روزنامه‌ها صحبت کنیم، ولی ملت‌ها را محروم کردن. ما به اصل مطلب رجوع میکنیم آقای هدایت در رابطه با مسئله قوانینی که در رابطه با حقوق‌های فردی چه در عهد پهلوی و چه در نظام آخوندی و یکی از مهمترین هسته‌های اجتماعی و طبقات یک ملت زن و لباس و فرهنگ این ملت هست. ما همه و الان خیلی از مستندات هست که در زمان عهد پهلوی در رابطه با مسائل حجاب، مسائل پوشش زن مرد در بین ملت ها حتی بخشنامه صادر کرده و مثلا در الاحواز و سند هست که در اون زمان مسئله پوشش عربی جریمه مالی گذاشته، یا حتی برای صحبت کردن دانش آموزا در مدارس در مکتب ابتدایی جریمه مالی 50 شاهی مقرر کرده که اگه دانش آموزی عربی صحبت کنه جریمه میشه. ولی بعد از انقلاب و شعارهای بزرگ نظام آخوندی که بر دوش ملت ها سوار شد و اومد حکومت رانی کرد، الان عکس اون قراردادهای یا اون وثایق و تعهدات یا چی بهش میگن به فارسی همه رو به هم زده. الان خیلی از زنان ملل و حتی خود ملت فارس ممنوع کرده که مثلا موی سرش پیدا بشه، روسری نپوشیده، دامن چیز مانتو نپوشیده، غیره نپوشیده. آیا این سیاست واقعا با قرن 21 و بین یعنی حتی قواعد اجتماعی عامه این رسمیت داره یا خود دارن قانون گذاری میکنن برای این ملت ها جهت فقط سرکوب و از بین بردن هویت اراده‌ای حقیقتا یا حقوق اراده‌ای دارن به کار میندازن؟ جناب ابونظار، در رژیم های دیکتاتوری اراده شما در مقابل اراده حاکمیت تجلی میکنه و اینها با اراده شخص تنها مخالف نیستن و شخص اراده خودش رو در نوع پوشاکش، در نوع پوشش، حق انتخاب. ببینید حق انتخاب چی هست؟ ما خیلی درک بعضا اشتباهی از حق انتخاب داریم. ببینید حق انتخاب یعنی اینکه من اراده میکنم که اینجوری زندگی بکنم و این اراده من نباید
محدود بشه، کوچک بشه یا از بین بره. حالا در ایران 100 سال گذشته چی کار کردن؟ اومدن با نه تنها اولین کاری که دولت‌ها کردن بعد از جنگ جهانی اول، میدونید که جنگ جهانی اول برای ساختن دنیای جدید و نظام جدید، یعنی که ببینید در دنیا تلاش کردن قدرت دوم رو از بین ببرن. قدرت دومی که معادلات جهانی رو نگه می‌داشت امپراتوری یا خلافت اسلامی بود که در استانبول و در ترکیه امروزی برقرار بود. ولی اینا اومدن از این امپراتوری اسلامی 44 کشور به وجود آوردن آقای ابونظام، و این 44 کشور دیگه از اون لحظه به بعد اراده سیاسی، حقوقی، نظامی از خودشون نداشتن. حتی ترکیه که امروز ما میدونیم، این ترکیه حاصل جنگ جهانی اول و اراده اروپاست و به اراده اونهاست که ایران، ببینید بعدش ایران به وجود میاد، ترکیه به وجود میاد، کشورهای عربی به وجود میاد و 44 کشور به وجود میاد در عرض 2-3 سال. زیاد طول نمیکشه، در عرض 2-3 سال، شاید هم 1 سال، کل این کشورها رو به وجود میارن و اراده همه اینها وابسته به مرکزه. مرکز در کجاست؟ در لندن، در اروپا. اینجوری بگیم در اروپا هستش. حالا این قوه یه عده افرادی رو سر کار در این مملکت ها میذاره که اینها باید به اراده ملی مخالفت بکنن. یکی از مظاهر مخالفت با اراده ملی و اراده فردی سرکوب حق انتخاب شماست، حق اراده شماست. شما اراده میکنید که لباس عربیتون رو بپوشید، هر کدوم رنگ خودش داره، زنا رنگهاشون رو انتخاب میکنن، مردا رنگهاشون رو انتخاب میکنن، نوع لباسشون رو انتخاب میکنن، چجوری برن خیابون، چجوری برن تو عروسی، چجوری برن عزاداری. اینها حق انتخاب‌های شما در زندگی خصوصی فردی هستش. ولی مهمتر از همه تجلی این اراده های فردی به عنوان اراده ملی هستش، چون اونا نمیخوان با اراده فردی شما، حالا شما مثلا میخواید چپیه قرمز سرتون بکنید که من الاهواز بودم گفتن آقا اعدام میشه، فقط به جرم اینکه این قرمزه اعدام میشه. شما به سفید بدید برای اینکه اون اراده ملی شما رو نشون میده که من عربم آقا. من وقتی میخوای رو عربیت خودت، رو عرب بودن خودت تاکید بکنی، اون میگه نه، این اراده با اراده من که فرمان میگیرم از یه جایی مخالف. ببینید یکی از علایمی که این کشورها 44-45 کشوری که عرض کردم بعد از جنگ جهانی به وجود اومدن و اینها هدفشون سرکوب اراده افراد و ملل بود، اینه که تمامی رهبران این 44 کشور نظامی هم. و نظامی درجه اول هم نیستن آقای، این خیلی مهمه. یعنی ببینید در ترکیه آتاتورک که خیلی معتقدن، همه قبولش دارن، منم قبولش دارم، ولی آتاتورک نظامی دست چهارمه، نظامی دست اول نیست، ژنرال دست اول نیست، یه سرهنگه، احتمالاً یه سرهنگه در یه منطقه در لیبی. ولی شما رضا شاه ببینید، رضا میرپنج یه سرهنگ هم نیست، خیلی پایینه، استبلدار مسئول حفاظت از اسبهای هلنده. ولی انگلیسی ها از همونجا اینا، اروپایی ها از همونجا اینا شناسایی میکنن میبرن بالا، و در کشورهای عربی هم همینطور، همشون اکثر اینها نظامی هم. این از این. حالا اینها برای چی نظامی ها رو میذارن؟ برای اینکه نظامی ها باید اراده شما به عنوان فرد، من به عنوان فرد ترک، شما به عنوان فرد عرب، بعد همه ما به عنوان ترک های آذربایجان، قشقایی، ترکمن، و شما به عنوان عرب الاهواز چی باید بشی؟ سرکوب باید بشی. ارادهمون سرکوب بشه. اراده ما چی بود؟ اراده ما قبل از اون این بود که حکومت ملی خودمون رو داشتیم در دوره قاجار، شما داشتید، ما داشتیم و همه. و اون وقت این
نظامی کوچک زیر فرمانی که نه سیاست رو میفهمه، نه اردو رو میفهمه، نه حکومتداری رو میفهمه، نه سواد داره، نه چیزی، این میاد رئیس میشه برای سرکوب این ملل. و اون وقت ببینید این با کشف حجاب نکردن. آقا جان ذهن ما رو شستن، حتی ملاها. ببینید این اولین کاری که کرد میگن آقا کشف حجاب بود. نه آقا کشف حجاب نبود که، این خیلی تمامی کارهای اون همش اجباری بود. ببینید تغییر نام اجباری، همه اسامی بعد از رضا این که میاد سر کار کودتا میکنه، همه نام ها فارسیزه میشن. بعدش همه جوون ها در دوره های قبل هیچ کس سربازی نمیرفت، هر کس علاقه داشت یه اردو نیاز داشت میرفت ثبت نام میکرد، جنگ میکرد، بعد تموم شد دوباره میرفت سر زندگی خودش. ولی رضا شاه میاد این رو اجباری میکنه، یعنی همه عرب و ترک و بلوچ و ترکمن و قشقایی و لور و کیلک و مازن و همه تالشی باید برن سربازی 2 سال و مفت و مجانی، یعنی هیچ پولی بهشون نمیده. خب بعدش چی؟ بعدش میاد ثبت اسناد میکنه. زمین های شما کجا هست؟ چقدر زمین داری؟ یعنی میخواد ببینه که چقدر میتونه از تو مالیات بگیره. بعد میاد لباس مردها رو تغییر میده، حق انتخاب لباس رو میگیره. آقای ابونظار یه عکسی در تاریخ هست، در کتاب‌های دانشگاهی در ایران هم الان این موجوده. در شیراز یه نفر هست کلاه لبه‌دار، این انگلیسی‌ها میذارن، قدیم میذاشتن، الان دیگه خیلی‌ها میذارن، از این کلاه‌های لبه‌دار گرد گذاشته سرش، لباس دست و کراوات پوشیده، پاش برهنه هست، کفش تو پاش نیست. برای چه؟ برای اینکه اینها رو جریمه میکنه. اون مأموری که تو شهر داره، مأمور شهربانیه یا ژاندارمری یا پلیس یا ارتشه، و میدونید دوره رضا شاه تماما حکومت نظامی، همونطور که دوره آتاتورک حکومت نظامی و دوره دیگر حکومت نظامی بود. ولی اینها میاد این رو، این کفشش رو، اون چیزش رو، به خاطر اینها رو مجازات میکنه. تو چرا کراوات نزدی؟ چرا کلاه نذاشتی؟ بعد تو مرحله دومی که میاد به زنا میگه که لباستون رو نپوشید، همین افرادی که رضا شاه میکنه، حالا خیلی جنبه اقتصادی داره، خیلی جنبه اقتصاد بین الملل داره، خیلی جنبه این که با تولید داخلی مخالفت بکنه، امتیازهای درونی برای انحصار. همین الان که میگن سلطان شکر، سلطان نمیدونم قهوه، سلطان نفت، سلطان سکه و اینا، اون زمان هم سلطان لباس بود، صادرات بود، واردات لباس بود، واردات پارچه بود، واردات کت و شلوار بود، واردات کفش بود. میدونید سلطان های اینها بودن و اونهایی که تازه به دوران رسیده بودن با امثال رضا شاه، اینها همشون به دوران رسیده هایی بودن که میخواستن به هر نحوی شده پول جمع بکنن، از ملت پول بگیرن و این کارو میکردن. خیلی کار اقتصادی بسیار بزرگی بود این کاری که رضا شاه انجام داد برای لباس زنان و مردان. بعد ببینید همین کار رو رضا خمینی انجام داد، دقیقاً برعکسش. گفت آقا حالا خانم ها از اون افراط این که همه میتونن باید دامن بپوشن، لخت باشن یا نیمه لخت باشن، حالا همه باید برن زیر چادر. دوباره اینجا بخش لباس هست. ببینید اقتصاد بسیار مهمه. با اراده شما مخالفت میکنن به خاطر منافع شخصی خودشون، با اراده ملی شما مخالفت میکنن به خاطر منافع شخصی خودشون و به خاطر دستورهای که از اونجا میدن. ببینید اگر یک خانم، هر خانمی که از 9 سال به بالا در اسلام باید چادر بپوشه و طبق گفته این ملاها باید چادر بپوشه، اگر در سال 10 متر پارچه بخره، پارچه سیاه. آقای ابونظار بذارید از شما یه سوال بپرسم، اصلا اینجا بذارید اینجا بحث رو یه طرفی نکنید تا سویه بکنید. آقای ابونظار شما در زمان شاه چند سالتون؟ من البته در انقلاب شرکت کردم، تقریبا 15 سال. 15 سال. خانم‌های عرب چه نوع لباسی می‌پوشیدن؟ اون لباسشون آیا صورتشون رو می‌بستن، نقاب داشتن؟ آیا چه جور لباسی می‌پوشیدن؟ در شهر و در روستا چه فرقی با هم داشت؟ مثلا زنان و خانواده ملاها، استاندارها، فرماندارها، نماینده‌ها، ارتشی‌ها با روستایی‌ها، خانها، ارباب‌ها چه تفاوتی با هم داشتن؟ من
اون لحظاتی که در خیابان بازار عبدالحمید یا که بهش میگن نادری که داشتیم سوار مینیبوس میشدیم که سمت مرز خلیج عرب بریم که از سواک فرار کنیم کویت. من اون لحظات قبل از اون، یعنی از الخفاجیه که میگن سوسنگرد خودشون عوض کردن، آمدم مرکز اهواز پایتخت. در واقع زندگی مثل الان اروپاست. مثلا اگه در یک جامعه یا در یک شهر خانم مسلمان هست که معتقد به شیله، الان من زن و بچم خانمم الان تو اروپا 15 سال اینجاست داره شیله عربی میپوشه، صورتش بازه، رو حجاب نذاشته یا بوشیه نذاشته، شیله که لباس فرهنگیش لباس ملیش پوشیده و خیلی از اعضای فامیل و نزدیکان با همون کت شلوار یا بدون شیله یا بدون مثلا مقنعه. در اون زمان اهواز همینطوری بود آقای هدایت، یعنی حقوق فردی زنا یا مردا داشتیم. ما مانتو میپوشیدن ولی موسرشون باز بود، کت شلوار میپوشیدن، پیراهن میپوشیدن، شلواری، در مقابل عبای عربی که اصلا از صدها سال استفاده میکنن یا همون شیله میذارن روشون بازه. پیر زنم عصابه میزنن بهش میگن، اون جرقدیه که رو سرشون میذارن و اصلا این در حتی در فرهنگ قدیم ما در نقوش سنگ ها و آثار قدیمی هم ثبت شده. در واقع من به این سوال خواستم از جناب عالی سوال کنم، آیا این کاری که هم پهلوی کرده و هم خمینی کرده، آیا این فقط جهت تغییر هویت این ملت هاست به اضافه مسائل اقتصادی که جناب عالی اشاره کردید، یا واقعا در دستورات الهی، در دستورات ملل دیگه اصلا همچین چیزی هست یا این اجباری خود نظام اختیار کرده؟ ببینید در قوانین و ادیان هیچ کدوم به این شکل نیست. در هندوستان بخشی از هندی ها خانوم هاشون یه بخشی از بدنشون باز هست، موهای سرش یا قسمتی از شکمشون دیده میشه به خاطر اون آب و هوایی که اونجا هست. اونجا خیلی آب و هوا گرمه و این که امکان این لباسهای چیز رو کامل بپوشن نیست. حتی مردا هم لباسهایی میپوشن که مثل دامن که چیز راحت باشن، بتونن چیز بیان، ولی در ادیان نیست. ادیان ابراهیمی یا ادیانی که یکتا پرستن مثل موسی و عیسی و محمد صلی الله علیه و آله و سلم، در اینجا همه ادیان به نوعی از موسی افکت گرفتن، تاثیر گرفتن. یعنی چی شده؟ یعنی که هرچی حضرت موسی گفته اینا یه مقدار اینو نرمش کردن آوردن. یهودی ها حجاب بسیار شدیدی دارن. الان هم بعضی از یهودی ها که دینی هستن، دینی فکر میکنن، میخوان آداب دینی زندگی بکنن، یعنی در واقع نه اینجا یه شهری هست مال قمارباز هاست تو کانادا، همین اونتاریو، اسمش هستش نایاگارا فالز، اون آبشار خیلی بزرگ اونجا هست. اینجا در اصل شهر یهودی هاست. خب شما برید اونجا میبینید که یهودی ها میان با حجاب، با چادری که الان تو ایران همه رو مجبور کردن که بپوشن، تقریبا شبیه اینه تقریبا. بعد مردها هم موهای اینجاشون رو میبندن، میبافن، بلند آویزون میکنن، یک چیزی از کمرشون اینجا سفید، نخهایی که به هم چیز شده، بافته شده، اینا رو اونا آویزون میکنن و عرضم به حضورتون یه کلاه هم اینجاشون میذارن، یه کلاه خیلی کوچولو مثل عرقچینی هستش که مسلمان‌ها میذارن در بعضی از کشورها، در ترکیه و مالزی و اینها. قبلا هم در خود ممالک محروسه هم مردها وقتی می‌خواستن نماز بخونن یه کلاه عرقچین سرشون میذاشتن، اسمش عرقچین بود در منطقه ما، نمیدونم حالا در منطقه شما چی بود. ولی اینها یه خیلی کوچیک اون رو
که فقط اینجا سرشون رو میگیره میذارن و اینو کلیپسش میکنن. یعنی در خلاصه معذرت میخوام، در خلاصه اجبار نیست، یعنی ممکنه نه اینها همشون به یه چیزی معتقد بودن. همشون الان تو بسیاری از مسیحی‌ها اومدن توی جاهای دوری دوباره همون زندگی رو میکنن، همون لباس، همون حجاب رو دارن. ببینید انتخاب لباس نه در قوانین بین الملل هست نه در ادیان هست. حتی اسلام هم نگفته که. برای همین تفسیرهایی که از لباس پوشیدن در دنیای اسلام هست بسیار متنوع، اونقدر زیبا هست. شما اگر زنان مسلمان تمامی کشورها رو کنار هم بذارید یه زیبای فرهنگی از لباس رو میبینید. ولی همین رو در ایران بعد از جنگ جهانی دوم به خاطر اینکه اراده افراد رو سرکوب بکنن که تو حق لباس پوشیدن هم نداری، من اجازه بدم دیگه. ببینید هویت این ملت یا اون ملت از بین ببرن. هویت یه ملت زیر مجموعه اراده هست. وقتی اون حکومت میاد میگه من به تو اجازه نمیدم حتی لباسی رو که دلت میخواد بپوشی یا فرهنگت یا هویتت به القا میکنه، تلقین میکنه، اجازه میده بپوشی، یعنی که من به تو هیچ اجازه‌ای نمیدم، حق ملیت نداری، حق هویت نداری. این در زمان پهلوی هم همین بود، الان هم همینه، در آینده ایران هم همین خواهد بود، چون تنها راه توفق و استمرار استعمار فارسی ایرانی بر ملل غیر فارس است. بله. ما البته دستتون درد نکنه، ظاهراً یکی از پژوهشگران فرزندان ملت ترک اگه خطا نکنم آقای جناب علی مرادی مراغه، محقق ترک، تاریخ بله، ایشان در رابطه با همین مسائل تحقیقاتی داشتند و جناب علی خیلی از این موارد تقریبا جواب دادید یا تفصیلا برای بینندگان و خوانندگان صحبت کردید. میتونید در عرض 5 دقیقه یا بیشتر توضیح بدید ایشون در تحقیقش به کجا رسیده؟ آیا واقعا با تحقیقی که کرده مایحتاج وضعیت کنونی جغرافیای موسوم به ایران یا فرهنگ ترک یا تاریخ گذشته و آینده ملت ها رو پیش بینی کرده در رابطه با سیاست های نظام؟ خواهشاً خلاصه از برداشت جناب علی از این تحقیق و پژوهش ایشون اخیراً یک کنفرانسی داشته در رابطه با حجاب به مناسبت روز کشف حجاب در ایران، مشهور به این اسم، اومده و در مورد سیاست‌های رضا شاه صحبت کرده و گفته که رضا شاه یک کارهای خوبی هم داشته، یک کارهای بدی داشته، از جمله این کشف حجاب هست. میگه که قبل از اینکه رضا شاه بیاد در ممالک محروسه که من میگم، ایشون میگه ایران، در اون مقطع قبل از اون، خیلی قبل از اون، خانوم هایی بودند که برای آزادی لباس حق انتخاب، اونجا حق انتخاب رو به کار میبرد، چون این کلمه رو حق انتخاب لباس اینها مبارزه میکردن. از چند تا مثال میزنه، از جمله از دختر اون رشدیه، سید حسن رشدیه اگر اشتباه نکنم، اون اولین معلمی که در میان ترک‌ها بود، بعد رفت تو شمال اینها مدرسه دایر کرد، حتی فکر می‌کنم تو الاهواز هم اومد، در اونجا هم مدرسه در بوشهر که میتونم ولی الاهواز رو مطمئن نیستم، مدرسه باز کرد. میگه که این 2 تا دختر داشته و میخواست این دختراش بره مدرسه. این ملاها نمیذاشتن مردم برن درس بخونن، میذاشتن این سنتی ها اینها رو میزدن چون دکانشون تخته میشد. بعد میگه که این اومد موی سر دختراشو تراشید و اینها رو لباس پسرانه میپوشوند. بهشون هم یاد داده بود که تو مدرسه ازتون پرسیدن شما دخترید پسرید، گوش اینها رو هم بهشون سوراخ کرده بودن و گوشواره زده بودن. این هم در آورد بهشون یاد میده که اگه یک پرسی چرا گوشت چیزه سوراخه، نگو که گوشواره داشتم، بگو که من بچگی مریض بودم اینا رو سوراخ کردن که درست بشه، بیماریم شفا پیدا بکنه. و
این دخترهاش اینجوری میفرسته مدرسه و میگه که یکی از این دخترها بعداً بزرگ میشه با یه روزنامه‌نگار مراغه‌ای فکر کنم یا مرندی ازدواج میکنه که اینها یه مجله در میارن در زمان قبل از رضا شاه در دوره قاجار در است که در مورد حقوق زن صحبت کرده. رضا شاه که میاد آقا این حقوق زن رو تمامی این خانم هایی که فعالیت میکردن همه رو میگیره زندانی میکنه اول از این و از جمله این مجله این زن و شوهر رو هم میبنده و بعد میاد حق انتخاب لباس رو از زنها میگیره، همونطور که جمهوری اسلامی دوباره حق انتخاب لباس رو از زنها میگیره. اون میگفت که نیمه لخت بشید یا لخت بشید، این میگه اینجوری باید بپوشید. یعنی تحمیل اراده حاکم مطلق ولایت فقیه رضا شاه، هر دو تا دیکتاتور مطلق، به مردم، به تک تک افراد شما مجبورید بر اساس اراده و خواست من زندگی بکنید و جریمه میذاره همه جا، اینها رو زندانی میکنه اگر یکی چیز بکنه. حالا من وقتی داشتم اینو نگاه میکردم دیدم که چند تا مسئله رو ایشون نادیده میگیره. یکی این که اون حجابی که امروز در ایران امروزی رایج هست، اون حجاب در تاریخ وجود نداشته. احتمالاً در ایران، در ممالک محروسه و در ایران مثلا 1000 سال گذشته چند تا طبقه در اجتماع مشخص بودن. یکی شاه و اطرافیانش، خانواده‌اش اینا بودن، در اوج بودن. اینها اصلا اجازه نمیدادن کسی زن و بچه اینها رو ببینه. اینا اگه میرفتن خیابون اونا باید چشاشون رو میبستن، باید صورتشون رو برمیگردن یه طرفی که این خانومش از اونجا رد بشه. و معمولا هم اینها از پشت پرده با مردها صحبت میکردن، یعنی اجازه نمیداد. حتی مثلا طبق داستانها ساسانی‌ها، شاهان ساسانی با خواهرای خودشون، با دختر خودشون ازدواج میکردن، بچه دار میشدن، برای اینکه میگفتن نباید کسی خانواده ما رو ببینه. خب یک این طبقه بود. یک طبقه ملاها بود، زرتشتیان اصیل، اون برهمن‌ها و نمیدونم فلان‌ها تا بیا زرتشتی، موبدان زرتشت، اینها هم اون بالایی‌ها دوباره یا ازدواج نمی‌کردن یا اگر ازدواج می‌کردن همین شکل بود. یعنی اونها هم اجازه نمیدادن زناشون، چون که برای خودشون یه انسان‌ها رو خیلی دون شأنشون میدونستن که حتی به خانواده اینها نگاه بکنن، دون شأن خودشون، دون شأن خانوادهشون میدونستن، خودشون رو خیلی متمایز میدونستن. بعد نظامیان بودن. نظامیان فرماندهان ارتش و نمیدونم ژنرال ها و اینها بودن که اینها هم دوباره در بالا بودن، طبق اون چیزی که بالا فرمانده بهشون میگفت اونجوری زندگی میکردن، چون که اونا وفادارترین بودن، نمیتونستن، اصلا حق انتخاب نداشتن. نظامی ها در تاریخ حق انتخاب ندارن آقا، اینها بر اساس فرمان زندگی میکنن، فرمان شاه باشه یا فرمان ولایت فقیه باشه، اونا بر اساس اون زندگی میکنن. بعدش چیز بودن خانها و اربابها، اونها هم بر هر کسی بر اساس منطقه خودش زندگی میکرد، اما چون خودشو مجزا میدونست از مردم عادی که زیر دستش بودن کلفت و نوکر میگرفت برای خونه. بعد تاجرها بودن، اینها هم به خاطر امتیازات مالی پولی که داشتن دوباره همین. ولی بقیه مردم اقشار، در اینجا از طبقه خارج میشیم به اقشار میرسیم. اقشار مردم آقای ابونظار ما رو به قدری شستشوی مغزی کردن که ما تاریخ رو فراموش کردیم. ببینید در ایران زندگی اینجوری نبود که الان می‌بینید. 80 در دوره محمد رضا شاه، در دوره مصدق، اینجوری بگم 80% مردم ملل در ایران در روستاها زندگی می‌کردن. زنان در روستا اصلا نمی‌دونن دولت وجود داره، اصلا کاری به دولت نداشتن، اصلا متوجه نمیشن دولتی اومده رفته، اصلا متوجه نبودن. یادم انداختید، معذرت میخوام تو کلامتون، یادم انداختید زمان سال 52 بود، اون زمان وقتی برای سربازگیری می آمدن تو روستا، اصلا روستا سرباز میگفتن سرباز اومد، روستا اصلا نه زن نه مرد، همه فرا میگفتن اجباری، تو مقطع به سربازی میگفتن اجباری و ترس. بله واقعا بله.
خالی میشد، یهو روستا خالی میشد، همه جوونا میرفتن کو. بله. عرضم به حضورتون پس من جمله قبلی رو تکمیل بکنم. در میان 80% که در روستاها بودن حجاب مفهومی نداشت، حجاب امروزی. اینها بر اساس آداب و رسوم و نیاز روزانه زندگی میکردن. زن عرب، زن ترک، زن پا میشد میرفت مزرعه کار میکرد، پا میشد میرفت پای نمیدونم لباس شستن، آب آوردن، غذا پختن، همه اینها با لباس، و بچه هاشون رو جلوی مردم شیر میدادن. حالا من عرب ها رو نمیدونم، ولی ما ترک ها، من خودم یادمه اولا اون 80% که آقای ابونژاد، اون 80% که روستایی بودن، 85%، بخش مهمی از اینها کوچرو بودن، یعنی کوچ میکردن، ییلاق قشلاق میکردن و اینها اصلا به این لباسایی که اینجوری بود اصلا عادت نداشت، اصلا نمیخواستن، نمیتونستن. عروسیشون متفاوت بود، عزاشون متفاوت بود، مهمونیشون متفاوت بود، یکی بزرگی میومد متفاوت بود، بر اساس خب یه مقدار فقیر بودن، یعنی مثلا مثل امروزی ها که 100 تا لباس داره، نه نداشتن، ممکن بود 10 تا لباس داشته باشه برای عوض کردن، ولی همون 10 تا خیلی رنگی بود. مثلا تو آذربایجان من یادمه فقط عروس ها که نامزد میشدن، خانم ها تو دوره، تا اون از دوره نامزدی شروع میشد تا یکی اولین بچه‌شو به دنیا بیاره، با پدر شوهرش حرف نمیزد، با مادر شوهرش حرف نمیزد، با بزرگترای اون فامیل شوهرش حرف نمیزد و باید یه هدیه این بزرگترا به اون میدادن تا اون زبان باز بکنه پیش اونا. و این فقط آقای همه جاش باز بود، لباس، یعنی لباس رنگی میپوشیدن اونجا و فقط دهنش رو اینجوری با یه چیز اینجوری میبست، اینجا میذاشت شالشو و این بود. یادم انداختید نکنه این چشم بند و نمیدونم چی که اطلاعاتی یاد گرفتن میزنن به چشم مردم میکنه، از همونم برداشتن به جای اینکه نه اصلا اینجوری فقط تا اینجا رو میبستن، تا از اینجا به پایین رو میبستن اینجوری و صدای چیز، اگر هم مجبور بودن صحبت بکنن با پدر شوهرشون، معمولا صداشون رو خیلی خفیف در می آوردن که مشخص نشه صداشون چی هست و وقتی یه پولی به اینا میدادن، یه هدیه بزرگی به عروس میدادن، عروس شروع میکرد به صحبت کردن و صورتش هم باز میکرد و دیگه در جمع. وقتی هم که بچه دار میشد دیگه خواهی نخواهی این بچه رو جلوی همه شیر میداد و موهاش باز بود. معمولا اگه قشقایی هم دیده باشید، همین الان نمونه آذربایجان قشقاییه، نگاه بکنید تمامی خانم‌ها وقتی دارن میرقصن، همین الان تو قشقایی، همین الان موهاشون، لباسای رنگیشون، موهاشون بازه، آرایششون بازه، میرقصن با مردا اونا رو میبینن، اونا مردا رو میبینن. ما همینجوری زندگی میکردیم آقای، اصلا چیزی به نام حجاب معنی نداشت در اونجا. میگفتن آقا حیا، ما حیا داشتیم تو جامعه ما، حیا وجود داشت، یعنی خانم مثلا با هر کسی هرونر نمیکرد، شوخی نمیکرد، میدونست که سوء استفاده ممکنه بکنن، ولی خیلی متین و میگم عروسی میرقصیدن فلان، خیلی اراده شخصیشون رو اعمال میکردن خانم ها. آقای هدایت قبل از که از ایران خارج بشم رفتم شمال، یه 2-3 روزی رفتم شمال. یکی از دوستام میخواست با یه دختری ازدواج بکنه، من باید میرفتم با خانواده این پسر صحبت میکردم، راضیشون میکردم، رفتم شالیزار اونا. میدونید صبح ساعت 6 خانمای شمال هم میشدن، این لباساشون رو میبستن کمرشون، میرفتن داخل شالیزار تا شب کار میکردن. آقا اقتصاد ببینید در اروپا اگر این سبک زندگی اومد، برای اینکه 2 تا جنگ عجیب رخ داد، قبل از اون هم جنگ بود، جنگ جهانی اول و دوم، قبل از اون هم خیلی سالهای خیلی زیاد جنگ کردن. ببینید آقای یه اتفاق افتاد در اروپا، برای اینکه این لباسشون تغییر بکنه، جامعه صنعتی شد. وقتی صنعتی شد، تولید خیلی انبوه شد، تو به دنیا صادر میکردن، تمامی دنیا رو صادر میکردن، پر میکردن، کارگر نبود، زنها با اون لباسهای فلان نمیتونستن پشت دستگاه کار بکنن، باید این لباسو تغییر میکرد، لباس کارگری میشد. این لباسی که الان زنها دامن و اینا، ببینید چقدر کوتاه پاش و دستهاش و موهاش چقدر کوتاهه، برای اینکه این یهو گیر نکنه به دستگاه.
این دستگاهی اینو حتی من و شما هم امروز، من تو اینجا کارخانه کار کردم یه مدتی، شما برید کارخونه کار بکنید، لباستون نباید آستینش از یه مدتی از یه بلندی بیشتر باشه، کفشتون، کتتون، همش باید یه اندازه باشه، برای اینکه ضرر میزنه به خودتون و کارخونه. شما هم جزء دارایی‌های کارخونه حساب میشید در اینجا وقتی به شما آموزش میده. حالا در ایران اون دوره که میخواستن این کارو بکنن، کجای ایران صنعتی بود؟ آیا همین الانش ایران صنعتی هست؟ آیا برای مردها و جوانهای ایران که در ایران زندگی میکنن کار در صنعت هست، در خدمات هست؟ نیست آقا، بیکاریه. اینجا نمیتونید شما بیاید بگی که طبیعی روند طبیعی بود و طبیعی خانم ها باید چیز میشه. نه آقا، نه، اینجوری نبود. این یه ظلمیه که به هویت ما، به ملیت ما، به اراده تک تک ما و اراده ملی ما ظلم میشه. بفرمایید. البته اون برمیگرده به قانون پوشش پهلوی بهش میگفتن، یعنی یک نوع لباس و یک خصوصیت برای همه. بله. همه مثل مرکز به قول خودشون یا همون فارسا بپوشن چیزی که شاه اراده میکنه. الان هم که آخونده، همینطور که جناب علی اشاره کردید، از رسومات صدها سال یا هزارها سال پیش اون اصحاب آتشکده و معابد و اینا استفاده میکردن، همه رجال دین همینو میخوان بر سر ملت ها، یعنی یک سلاح با دو تا برش، نمیدونم چه مسئله هست، یعنی در واقع مثل ارس میخوان اره بره جلو ببره برگرده ببره، یعنی میخوان فرهنگ ملت ها رو از بین ببرن. اراده حاکم یا اراده اشغالگر را بر سر ملت ها پایگذاری کنن. آقای هدایت، در اصل اگه بگیم هدفشون چی بود؟ هدفشون این بود که این ملل در ایران رو، تمامی نمادها و سمبولهای ملی در ایران، ملل در ممالک محروسه رو از بین ببرن و ازش رو یک ملت با یک زبان، یک لباس، یک آداب رسوم به وجود بیارن و اسمشو بذارن ایران. واقعا. آقا ما یه موارد زیادی هست. من در رابطه با همین انقلاب که 2 سال پیش رخ افتاد، در رابطه با همین مسئله حجاب و البته ملت ها به قول مثال دلشون خون پر شده و نه مسئله حجاب یا مسائل اجتماعی دیگر، حتی مسائل ملی، مسائل اجتماعی، مسائل معیشتی، و ملت ها بر مبنای هر جرقه‌ای، هر احترازی، هر اتفاق کوچکی، ملت ها میان تو خیابون. حتی این نمونه ها رو در خارج از جغرافیای موسوم داشتیم ما. مثلا در تونس یا در جاهای دیگه یک کودک کشته میشه، ملت میریزه تو خیابون، انقلاب میشه، نظام از بین میره. یا حتی اروپا در میبینیم. خب این یک حق مسلم فردی زنها بود، حتی اگر میخوایم با خودمون بقبولونیم که مسئله انقلاب اخیر انقلاب حجاب بود، همینطور که آخونده ادعا میکنن. و خیلی به اضافه نظام متخلف، اونجا یه قسمتی از مردم همکف شدن، همصدا شدن با نظام که این آقا ضد اسلام، ضد شریعت، ضد اصول خدایی. آیا واقعا چیزی که اینا میگن همراهی با نظام نیست؟ و بیان در روبروی ملت ها که میخوان بیان بیرون انقلاب یا حقوق ملیشون یا حقوق فردیشون رو پس بگیرن، واقعا اینها با نظام همراه نشدن، کمک نکردن به نظام و ممکنه خیلی از فرزندان این ملت ها قانع شدن که آقای ایکس گفته آقا مسئله حجاب مسئله ملیه، نرید بیرون.
چیزی که نظام داره انجام میده این درسته. آقا این وضعیت واقعا اینها همراه با نظام نیستن که به ملت ها گفتن نرید بیرون؟ ببینید در ایران 100 سال گذشته اینا تجربه خیلی زیادی رو اندوختن. هر حرکتی که اتفاقی که در ایران افتاده، هر انقلابی که من حدوداً یک بار داشتم یک کار تحقیقی انجام میدادم، یه ویدیوش هم هست ضبط کردم، حدوداً میشه گفت هر 20 سال در گذشته هر 20 سال یه انقلاب میشد میرفت به یه نقطه‌ای، دوباره 20 سال بعد از همون نقطه برای برعکس اون رو میرفت یا عین همون رو میرفت. تکرار مکررات بوده ایران. و در رژیم ها ملا و قبلیش پهلوی هر دو از اینها تجربه ها آموختن، علم آموختن. آقا این علمه، این میاد تبدیل میشه به یه علم. تجربه معنای دیگری از علم هست. یک معنای دیگر علم تجربه هست، به خصوص علوم تجربی که میگن همینه. اینها اومدن و یه کاری رو یاد گرفتن و اون این که ما برای سرکوب مردم دو راه داریم. دو راه. یکی این که از نیروی مسلح و نظامی تو خیابون استفاده بکنیم، این خیلی هزینه بره، خیلی هزینه بره. دوم اینه که ما به اندازه همون نیروی نظامی مثلا 800,000 نفر استخدام بکنیم، اینها مأموران لباس شخصی ما باشن بدون اینکه مأمور باشن. اینا داخل مردم افکار ما رو مدافع میکنن، خواستهای ما رو میگن و کسایی که از اینها حرف شنوی دارن اینها رو تکرار میکنن. ببینید استادان دانشگاه متاسفانه 99%شون از ترسشون به خاطر نان و رزقیشون حرفی رو میزنن که حکومت میزنه و اونها رو تبلیغات میکنن. یعنی تمامی تبلیغات اساتید دانشگاه و معلم‌های مدارس استثناء توشون خیلی کمه. استثناء خیلی کمه. از 1 میلیون معلم یا استاد دانشگاه 120 و چند هزار استاد دانشگاه در ایران شاید 100 نفر استثناء باشه. ولی اینها و کارمندان دولت، حدود دولت 6 میلیون کارمند داره. اینها بخوان نخوان باید از دولت دفاع بکنن. باید میان اینها در محافل خصوصی، در محافل عمومی مثلا با دولت مخالفت میکنن، اما اونجا اون زهر اصلی رو میریزن و اون سخن اصلی که حکومت بهشون گفته اون رو میگن، اون رو تبلیغ میکنن. نه آقا اینهایی که میگن ببینید مثلا الان رای گیری یا نه بریم رای گیری، ببینید چقدر دارن تلاش میکنن بین کرد و ترک و عرب و فلان. ببینید لور و بختیاری، عرب و بختیاری و فلان، ببینید چقدر جنگی. آقا اونجا رای بدیم برای که لورها، اونجا رای بدیم برای که عربها، اینجا رای بدیم برای کردها. ببینید یه جوری این جنگ بین 72 ملت رو میخوان پررنگ بکنن که اون رای رو بگیرن. اینها ببینید بسیاری از این وبسایت ها، صفحه ها، تلگرام کانال فلان هایی که هستش، اینها مزدوران بدون جیره و مواجه حکومت هستن. کاش پول میگرفتن. ببینید ما بعضی از اینها واقعا آگهی میگیرن، یعنی میره با یه کاندید میشینه، با یه استاندار فرماندار میشینه، آقا من براتون این کارو انجام میدم، اینقدر پول میخوام، 100 میلیون تومان 200 میلیون تومان الان به من بدید، من این کارو میکنم. اخیراً یه نفر از آمریکا، حالا نمیگم، با من تماس گرفت. آقا شما تو جوناس تیوی داری کار میکنید؟ گفتم که نه. چطور میتونی کار بکنی؟ گفتم نظرتون. گفت آقا شما، من یه پولی به شما میدم، شما برید اونجا نگید که من تحریم میکنیم، ما انتخابات رو تحریم میکنیم، 1-2 نفر رو من معرفی میکنم بیاد اونجا با شما مذاکره بکنه، اونجا فقط این بحث رو اونجا داغ بکنی که رای بدیم رای ندیم. گفتم که آقا چقدر میدی؟ چقدر میدی برای من؟ صحبت حدود $100,000 بود. یعنی ببینید میخواد میگه آقا شما فقط اونجا برید منفی حرف نزنید، مثبت هم حرف نزنید، فقط بذارید دیگران حرف بزنن. و اینجا میاد شستشوی مغزی انجام میگیره. مردم آقا بهشون الان تکست میفرستن، این وبسایت ها، تلگرام، اینستاگرام، اینها همشون میاد در مورد انتخابات و نمیدونم مزایاش. آقا رأی ندیم چی میشه؟ آقا رأی بدیم هیچی. آقای
ابوالنضال چی میشه رأی بدیم؟ یا نرید خیابون چی میشه؟ اینها با تکیه بر رأی اینهایی که رأی میدن میرن دختران همین مردم رو میکشن، میرن حقوقشون از بین میبرن، میرن میگن آقا تو حق حضانت بچه تو نداری، تو حق. ببین خانوم ها رو میخوام الان مثال بزنم برای اینکه بگم برای چی گفتن خانوم ها نرن خیابون، چرا گفتن نرید خیابون، از خانوم ها حمایت نکنید، انقلاب نکنید، نه اسلام به خطر. آقا ربطی به اسلام نداره، ربطی به اسلام نداره. اینا همش منافع این مافیاهای فارسه، مافیاهای مسلطه، همش مال پانفارسا و پانیرانیستاست. مافیا. ببینید یک زن چرا باید رأی بده وقتی که اگه شوهرش، پدرش، برادرش بکشدش یا قصاص نمیشه یا اینکه یه دیه اندکی میگیره؟ زنی که حق حضانت بچه‌ش نداره، زنی که حق پوشیدن لباسی که دلش میخواد رو نداره، زنی که نمیتونه بدون اجازه شوهر یا به او حاکمیت بره بیرون، زنی که بره بازار خرید کنه، نه هیچ، زنی که هر لحظه میگیرن با اگر تو خیابون بره، گاهی بعضیا رو گرفتن با بچهش. شما با این آقا بچه‌م به تو چه؟ نمیتونه تو عروسی شرکت بکنه، نمیتونه تالار عروسی با مردها بره تو عروسی ها. نه آقا ببینید این خانوم اگه یکی میگه، حالا یه زمانی آقای خود جناب احمد اوبالی با من مصاحبه میکرد در رابطه جنبش سبز، از من پرسید، گفتم ببینید آقا وقتی یک رژیم ضعیف میشه، اوج ضعفش زمانی که مردم ریختن تو خیابون. اگر یکی بگه آقا ترک‌ها نرن خیابون به نفع فارساش، داره خیانت میکنه، برای اینکه اون رژیم در حال سقوطه. اگر تو هم بری، اون نه نیروی نظامی داره، نه سیاسی داره، نه اقتصادی، توانش نداره شما رو کنترل بکنه. اما وقتی میگه آقا ترک‌ها نرن خیابون، یعنی چی؟ یعنی که بذارید حکومت فقط متمرکز بشه سرکوب عرب، سرکوب بلوچ، سرکوب، نه اینها رو تکی تکی میتونه. اما اگر همین، ببینید دشمن خیلی خوب یاد گرفته چجوری عوامل سرکوب شخصی خودش رو به عنوان روشنفکر، به عنوان نویسنده، به عنوان این صفحه، به عنوان اون کانال، به عنوان این تلگرام، به عنوان اون اینستاگرام، به عنوان این فلان، این بهمان، بیاره داخل ما و سیاست‌های خودش رو بین ما چیز بکنه و خودش رو تضمین بکنه، ماندگاری خودش رو تضمین بکنه. و اینها چه بدونن چه ندونن به ملت خیانت میکنن، یا پول میگیرن خیانت میکنن، یا اینکه تحت تاثیر اونهایی هستن که پول میگیرن تا به اینا میگن که آقا این به نفع ماست، اینا میان همین رو باور میکنن و میان چیز میکنن، تبلیغش میکنن. اینا عوامل رژیم هستن و برای اثبات منافع رژیم دارن فعالیت میکنن. میدونن یا نمیدونن، اینا واقعا دارن به نظام خدمت میکنن. آقا ما به دقایق اخیر دیدار گرانبهای با جناب علی هستیم. اگه اجازه بدید ما در رابطه با همین انتخابات نمایش های زیادی در حد 100 سال در واقع من یقین دارم، چون حتی در زمان پهلوی هم انتخابات همچنین بود و هیچ کاری برای این ملت ها انجام نمیشه. الان نظام 45 سال تقریبا همین وضعیت داره. درست. هر سال یک نمایش یا یک تئاتر به قول معروف انتخاباتی انجام میدن، رئیس جمهور، نماینده مجلس و الی آخره. آیا واقعا ملت هامون یعنی تا الان قانع نشدن که این یک بازی و یک تئاتر هست؟ چون هیچ تغییری انجام نداده، بدترم شده این برای ملت هامون. آیا میخواید امروز جواب بدم یا میخواید در برنامه بعدی در رابطه با همینها صحبت بکنیم؟ نظر جناب علی چه میذارید؟ بیه برنامه مفصلی در رابطه با این موضوع. نظر من بذاریم برای یه روز دیگه، چون امروز با هم صحبت کردیم، قرارمون بر این شد که اگر فرصت شه هفته 1 یا 2 تا برنامه با هم داشته باشیم در مورد مسائل مختلف با هم گفتگو بکنیم. سری بعد من فکر کنم که این مجلس و نمایندگان رو بحث بکنیم، اینو کاملا بشکافیم که چه اتفاقی در 100 سال گذشته افتاده. خیلی عالی خواهد. انشالله. پس من از جناب علی تشکر میکنم
و از کل بینندگان تیک توک، اینستاگرام و یوتیوب تشکر میکنم. دوباره از جناب عالی قدردانی میکنیم. به کل بینندگان انشالله همینطور که استاد و پژوهشگر گفتن، انشالله ما سعی میکنیم هفته‌ای حداقل 2 تا برنامه مختلف، هر جلسه در رابطه موضوع خاصی که ایشون در رابطه با تخصصشون میدونن انشالله برای بینندگان صحبت خواهیم کرد. خیلی متشکرم آقای هدایت. أنتم متشكرا، شكرا جزيلا. شكرا لك. وان شاء الله العام الجديد ان شاء الله تتعلم اللغه العربيه جيدا، او انا اتعلم التركيه حتى نقدر نتحدث في غير لغه المحتوى. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، طبعا اشكركم جميعا لمتابعتكم ولحضوركم، وان شاء الله احنا اسبوعيا سيكون لدينا لقاء خاص مع السيد نصاف علي هداية، وهو مختص وخبير في شؤون عموم جغرافية ما تسمى إيران السياسية القومية وأيضا الاقتصادية والاجتماعية، والكل خاصة أبناء الشعوب العرب الغير فارسية يعرفون شخصيته. كان له إدارة منظمة في قناة كوناس تي في اللي لديها خدمات كثيرة حقيقة نقلتها للشعوب وللعالم. آقا از شما تشکر میکنم دوباره. انشالله تا دیدار بعد. روزتون بخیر.